اینجا سبز میدونه، یکی از قدیمی ترین منطقه های رشت و یک مکان فوق العاده زیبا. سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشین. دلم کلی براتون تنگ شده بود. بعد 5 ماه فکر کنم برگشتیم پیشتون و اصلاح میکنم 4 ماه. 4 ماه. خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم پیشتون. میخوایم که دوباره براتون ویدیو بزنیم. خیلی نیاز به انرژی شما داریم، حمایتمون کنید دوباره مثل قبل. امروز هم اومدیم سبز میدون و میخوایم بریم بعد 5 ماه شهرداری. تو این 5 ماه ما شهرداری نرفته بودیم. امروز میخواستیم بریم، گفتیم شما رو با خودمون ببریم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اونجایی که من میدونم اکثر شهرهای ایران یه جایی داره مثل سبز میدون. آره. هر جا گم شدید بگید که می‌خوایم بریم سبز میدون. میدونای میدون اصلی گازم داره. بله که گاز و میدون گاز هم داره. بچه اینجا پاتوق پیرمرداست. خب میان میشینن دور هم دیگه با هم شطرنج بازی میکنن، نمیدونم دومینو بازی میکنن. الان براتون میگیرن. خب این چی بازی میکنن؟ دبرنا؟ نه اون دومینوه. آره بچه دور تا دور سبز میدون اینجوری میبینید پیاده‌روهای بزرگه، بعد میاد میشینن این گوشانا کن اینجاشون، اینجا جای نشستن داره، میاد میشینن شطرنج بازی میکنن، نمیدونم دومینو بازی میکنن. بعد خیلی زیادم. حالا یه چیز دیگه هم هستش، اون شبا دور همین، البته خود اونورتر که الان داریم سمت شهرداری میریم، ما تو اونجا کلی غذای خیابونی میاد. قبلا اینقدر نبودش، زیاد شده. بعد غذای خیابونی دیگه فقط بچا فلافل و ساندویچا نیستا، یه مدل ذرت ذرت بخار. آره چیزای خیلی باحالی میارن. حالا اگر یه تایم شب اومدیم حتما ویدیوشو میگیرم براتون میذارم. بچا میبینید شطرنج هم بازی میکنن، دیگه شده جای پاتوق دیگه، میان میشینن. نظر تو چیه؟ دوست داری اینجور جاها رو؟ من از این پارک خوشم میاد واقعا. پارک خوشگل و دلبازیه. بعد موقعی که بارون میاد اینجا خیلی خوشگل‌تره. بچه دیشب رشت بارون اومد، هواش به شما بگم یه هوای فوق‌العاده بهاری و اردیبهشت. الان خردادی ما ولی خیلی خوبه هوا اردیبهشته ولی خردادی. آره نه به خاطر این خنکیش میگم، این باد خنک و شرجی که نداره خیلی خوبه. سینما رو هم بگیر، یه دونه سینما هم هست داریم. قدیمیه نه؟ آره خیلی قدیمیه. سینمای اسمش اومدی سبز میدون، اینجا یه پارکینگ هم هست، بیاید اینجا پارکینگ ماشین، چون اینجا اصلا جای پارک نیست. بچه نکنی حتی اینجوری جای شطرنج هم داره. همه خیلی جدی دارن بازی میکنن، خیلی جالبه. خوبه دیگه، مشغول میشن. آره دیگه هم مشغول میشن ها. سینما رو بگیر. آره این سینما، این سینمای قدیمی. باید همین بریم به سمت شهرداری دیگه. آره ولی بزرگه. آره. الان مثلا این سمت شما داریم میریم دیگه میخوره به سمت شهرداری. ما شهرداری از 2-3 جهت به شما نشون دادیم ولی بگم از اینجا نرفته بودیم تا بالا. آره نه اینجا رفته بودیم؟ نه نرفته بودیم. خب ولی شهرداری دیگه سوال سابقو نداره بچه‌ها. آره شهرداری الان خودتون تو تصویر قطعا می‌بینید. حالا ما سعی می‌کنیم چیزایی که به قولی شما دوست دارین رو بیشتر ویدیوشو بگیریم دیگه، بیشتر رو اونا زوم کنیم، نه چیزای دیگه. اوکی.
اینم بگو. الان داریم میریم سمت بازار، همون بازار معروفشون که همه چی دارن، میوه و ماهی و خوراکی‌های خوشمزه. بریم. بچه ما اینجا رو چند بار دیگه گرفتیم ولی اینقدر همیشه پر انرژیه دیگه، هر سری میام میخوام براتون بگیریم، آپدیت میکنیم براتون، جای جدید رو آپدیت میکنیم براتون. برنج میاد چه برنج. بچه‌ها اینجا توی یکی از کوچه‌های شهرداری یه دونه کافه جدیدی باز شده به اسم امارت همدانی. ظاهر خوشگلی داره، حالا ما هم حالا نرفتیم، بیایم با هم بریم ببینیم چجوریه. این رشته خوشکارا رو می‌کنم قبلا نشون دادیم به بچه‌ها همینجا خریدم کردی. آره نام خیلی باورده. بریم. اصلا یه خونه تاریخی بوده که براسش الان اومدن اونجا رو کردن. چرا همدانی اسمش؟ فکر کنم نمیدونم فامیلیشونه، اصلا رشتی نیستن خودشون. بعد کلا اومدن اونجا رو کافه کردن، یه خونه قدیمی بوده که بازسازیش کردن کافه شده. سه تا 1000. جارو نمیخوای؟ جارو. چای ببرسن. چای داره اینجا؟ آره. ها؟ میکروفون روشنه؟ میکروفون جا مونده دیگه. بچه میکروفون جدید خریدیم، اون داره میبینی. بعد کیفیت صدا به نظرم خوب شده نه عالی شد. ببینید این درخواستم بکنم قربون اون چشای ماهیتون بشه، کانال رو سابسکرایب کنید، که میکنید لایک هم کنید، ویدیو رو حمایتمون کردید باز انجام بدید. اگر این سبک ویدیوها رو دوست دارید خدا وکیلی به عشق شما داریم میایم ویدیو میگیریم. خب مثلا اسم اینجا چی بود؟ امارت همدانی. آره. وسط بازار رشت. آره. بعد صبحونه ناهارشون داره. همه چی داره. آره. خب میخوای ناهار بخوریم اینجا؟ از یه چیزی بگم، من خیلی تعریف از کیفیتش نشنیدم، یعنی 2-3 نفر ما میتونیم خودمون تست کنیم بعد بچه‌ها بگیم. بریم ببینیم خودمون چجوریه. عکس بگیرم.
همینو دارن درست میکنن. بچه ها اینم منوشه، قیمت ها رو زده و صبونه داره، کباب دارن، میتونید ببینید. حالا ما یه خورشتی میخوایم سفارش بدیم ببینیم چجوریه. میخوای شامی رشتی بگیریم یا مثلا اناربیز؟ بلندتر شامی رشتی یا اناربیز؟ من اناربیز رو بیشتر ترجیح میدم. اناربیز بگیریم. یه چلو البته میگم از اونجایی که من میدونم اینا رشتی نیستن، نمیدونم اناربیزشون چجوریه، ولی حالا میتونیم امتحان کنیم. خب الان بس شد، یه بار دیگه بگو. میگم من میدونم که رشتی نیستش صاحب این، خب و نمیدونم غذاهای رشتیشون چجوریه، خوبه یا نه. شاید آشپزش رشتی نمیدونم. حالا بیا اناربیز رو میتونیم بگیریم تست کنیم ببینیم چجوریه. این اناربیز. آره ولی خب من یه چیزی بهتون بگم، همین بعد به ورود چیزی که تو ذوقم خورده میخوام بگم، شما وقتی وارد میشی هیچکی نمیاد ولکام بگه، خودت باید بگردی یه جا برای خود جا پیدا کنی بشینی، اصلا هیچکی نمیاد سمتت. و خب این به نظر من یه نکته‌ایه، تو وقتی وارد یه محیطی میشی قطعا یه آدمی باید بیاد جلو و بهت خوش آمد بگه. حالا راهنماییت بکنه. آره کجا دوست داری بشینی، اصلا هیچکی هنوز نیومده بالا سر ما خودمون هر میز اسکن کردیم. یه جوری آزاد گذاشته همه. خیلی آزاد. حالا ببینیم چجوریه کیفیتش. اصلا چی شد؟ پا شدی چرا؟ ضایع شدیم. ما الان ساعت 12:30 تایم صبحونه‌شون تموم شده، تایم نهارشون هم یک به بعد شروع میشه. یعنی افتادیم بین ما بین الصبحونه نهار. گفتش که فقط چای مایی میتونید بخورید، ما هم چای نمیخواستیم، گشنمون بود. حالا میریم یه دوری میزنیم تو بازار. بریم تو بازار یه دوری بزنیم. بعد بیایم غذاشو تست کنیم. به بچه‌ها هم بگیم ها. آره. بعد بچه‌ها بخوام بیان 1% دیگه بدونن کجا دارن میان دیگه، درسته؟ آره. بریم. بچه‌ها کاشکی میتونستیم بوی اینجا رو براتون بگیریم. انواع اقسام بوها میاد. یه بار گرفتیم. آره. میخوای باز بگیریم. کجا بود اینجا بود؟ ربا رو ببینیم. وای چقدر خوشمزه است. میدونی این بوها بیشتر آدم گشنه میکنه، اینقدر بوهای خوشمزه میاد. مایشور دوست ندارم خیلی، خیلی دوست دارم. تو مایشور دوست داری؟ مایشور دوست دارم. واقعا؟ قبلا دوست داشتم. بعدها دوست داشتی؟ میدونی چی میگم؟ میگم انقدر اینجا بوهای خوشمزه میاد آدم گشنش میشه. اون کبابی جمع کرده؟ نگاه کنیم زندگی مورد علاقه چه زیتونای سر و پالگریه. آلمان بینه خالی باش چون شاه چه غیر؟ خالی باش نه چون شاه بابا سبزی محلی دیگه خالی باش نه چون شاه خوش عطره. خب اون ور که میره بازار نه مستقیمه، بریم بهت بگم بریم اینجا.
من برای شب عید اینجا گرفتم اینقدر ماهی تازه و خوب بود با حوصله تمیز کرد راهنمایی کرد تعداد گفتم مثلا اینقدر خیلی خوب اونم خواستم به شما میدم 6 تا خدا این بازار هیچ وقت تکرار نمیشه نه؟ همیشه زنده است این برم کلی تو دستا میدونستی راسته لباس و نام ظرف و گروه بچه درارم مدینه‌اش حتما بخریم خیلی خوشمزه است درار نه الان ترجیحم اونجا رو بریم همون همدانیه رو بریم بعد اینجا هم تو دارم میدونستی کاروان سراست البته الان دیگه توش چیز شده مغازه شده با اقسام باقلا مثلا یا باقلوا باقلا زوریه مشهد گیلاس اینجا هم ادامه همون بازار دیگه این بازار میای سمت راست به هم یه راه داره درسته؟ آره همشون به هم راه داره ما خواستیم بریم سمت اون جایی که وقتی آتیش گرفته بود بعد چون دیگه دارن تعمیرات انجام میدن بسته بود آره بسته بود دیگه اونجا رو نرفتیم و اینجا همیشه بعد الان یک کم کم میخوایم بریم سمت اون همدانیه خب یک به بعد نهار رو بزنیم نه خورما خیلی ناراحت میکنم اینا رو ببینم واقعا اسباب بازی انگار حلواش چیه؟ سبزی محله خیلی عالی گونه بریم مربا؟ اینا چیه؟ ماهی پولی چی؟ ماهی پولی بگو دیگه بگو این هم اشبله اشبل رو با برنج و کباب و زیتون و گردو باید بکنی شوره باید خوشمزه است
داری؟ من با همون ترکیب دوست دارم. میگم دیگه من تو ماستم میریزم، من تو ماستم یه حالت شوری خوب به ماست میده. اینجا رو دیگه به تو میشورم که من حالم بد میشه واقعا ماندارم بچه روده ماهی رو روده ماهی چی میگم بهش اصلا؟ روده ماهی نه یه اسم روده ماهی اینجا رو این قضیه داره و چجوری اینا رو چیده و چجوری جمع میکنه؟ بکنم جمع نمیکنه همین که هم دوست ندارم ولی این بازار رو قسمت ماهی فروشاش رو دوست ندارم. چشاتو ببند ولی حتی واقعا ارزش داره وقتی میایین اینجا یه ماهی بگیرید ببرید خونه درست کنید بزنید بر بدن این روده ماهی نمیدونم ماهی پولی به اون ماهی چیکار میگن؟ نیم هست خیلی عالیه خب من خواهد فرار بردیم به ترافیک چی گیلاس 300 واقعا که گیلاس ها دیگه کشکی شده جان اینجا آمدی خدایی باید خرید کنید من نیست بگم کدوانه ها باید بیان اینجا یعنی کسی که علاقه داره مواد اولیه رو تازه بخره سر صبح بعد بره خونه قشنگ غذا رو درست کنه برنج رو بار بذاره خورشش و مخلفات رو درست کنه بعد مهمونا بیان واو بعد انواع اقسام مخلفات هم کنارش بذاره نه بهتونجوی خوب نیست خدا به مرگی من تگیم ولی خب سخته دیگه قرار مدل باشی بیایی سخته هر روز نمیخوای این کار انجام بدی یه بار میخوای در طول عمرش خودم میگم غذا خب بچه ها من دیر قطع میکنم ما بریم اون امارت همدانیه بعد دیگه ناهاره رو با هم بذاریم و تست کنیم ببینیم که کیفیتش چطوره قیمت ها هم بهتون میگیم خب غذا اومد بچه ها اول نکتهش این یه زود آورد دوم نکتهش چیه؟ اناربیجش نمیدونم تست کنم برم چجوریه ولی ظاهرش یه ذره متفاوته اناربیج باید با گوشت قلقلی باشه گوشت شخ کرده باشه درسته؟ آره با گوشت شخ کرده ولی ظاهرش متفاوته ترش یا شیرین؟ ترش باید باشه ملسه نمیدونم بگم عالیه ماسخیارش هم کشمیش داره خوشنمه خب بریم بچه جای شما خالی ما غذا رو میخوریم بعد باز میایم پیشتون کانال رو سابسکرایب کنید قربون اون انگشتای خوشگلتون لایک و کامنت هم یادتون نره از این باقالی ها هم بخورید ولی کمخونی اگه دارین نه آره انتقاد پیشنهادات آسوسا در خدمت شماست خداحافظ بعد غذا صحبت میکنیم بچه جای شما خالی ما زدیم تو گوش غذا اصلا نظری چی بود؟ بد نبود من خوشم اومد یعنی طعم اناربیج واقعا میداد دیگه
اگه بخوام از 10 بهش نمره بدم مثلا 7 میدم. منم 7. آره محیطش هم خوبه. آره خوب بود. بعد قیمتش هم انارگیجش 530 تومن بود، برنجش 220 و ماست و خیارم 180. جمعش با مالیات و یک عدد کلا شد 1.90. 1.90. آره ما یه دونه هم غذا گرفتیم بچه. خورشش حجمش خیلی زیاد بود، برنجش خوب بود برای این نفر. یعنی یه تایمی خواستید بیاید خورش خواستید بگیرید به نظرم برای 2 نفر یه خورش میرسه. اومدیم رشت حتما انارگیج امتحان کنید، خورش خوشمزه. آره خب آتون وقت خداحافظی یا خب دیگه بچه‌ها مرسی که امروز هم همراهمون بودین که کلی دلم براتون تنگ شده بود و حمایتمون کنید دیگه. ما بعد مدت ها برگشتیم. آره حمایتتون نیاز داریم. اون سابسکرایب خوشگله رو بزنید. دمتون گرم. مرسی که همراهمون بودین تا یه ویدیو دیگه. گودبای. خداحافظ.